ما دیگه جنوب استان هرمزگان هستیم و یه قسمت هم به منطقه بشاگرد که وصل میشه به استان سیستان و بلوچستان. تقریبا روستای ما بین میناب و بشاگرد قرار داره. فیزیک منطقه، اون جغرافیای منطقه یه جوریه که باعث میشه که این گرمای خاصی توی مناطق حاکم بشه و البته مثل سایر دیگه نقاط استان هرمزگان. تازه اینجا یه مقداری از برخی نقاط استان هرمزگان خوش آب و هواتره، یعنی برخی جاها مثل شاید شهرستان سیریک، مثل خود میناب از این منطقه گرمتر هست. حکایت امروز ما درباره این جوان است، امین میرانی. امین فرزند اول یک خانواده پرجمعیت است. او یک خواهر و 7 برادر دارد. میرانی ها علاوه بر تعداد یک ویژگی خاص دیگر هم دارند که سبب شده آوازه آنها نه تنها در منطقه بشاگرد که در سراسر ایران طنین انداز شود. تقریباً تمام آنها حافظ قرآن هستند. آقا اسحاق پدر خانواده کشاورز است. آقا اسحاق با اینکه از نظر جسمی دچار معلولیت است، اما اهل کار است. این باغ پرنعمت حاصل زحمت اوست. اگر بپذیریم که کار جوهر مرد است، باید بگوییم آقا اسحاق قطعاً مرد جوهرداری است. شما روزی چند ساعت سر زمینی؟ من ساعت 6 میام 6 غروب میرم هر روز. گرم نیست؟ گرم دیگه باید بسازم دیگه. این راهی که انتخاب کردم باید دیگه خودم باید ادامهش بدم. یعنی خیلی از روسای من از من کوچکترن، الان نشستن از اون بیرون هم نمیان، پای کلری با هم و یارانه و کمیته امداد اینا راحت میگیرم میخورم، ولی من نه، از اونا نیستم. من تا زمانی که زنده‌ام توان دارم میخوام بیام سر زمین کشاورزی کنم، کار کنم. آجی یه دونه بچت حافظ نیست، 7 تاشونه. خدا یه جوری بهت کمک یکی دیگه حافظ میشه. او حسین که 100% الان برای خواهرش که حافظه، سوره کم کم چیه حفظ میکنه. او ده 8 ساله حافظه خوبی داره. محمد که سیفه سجادیه، نهر البلاغه، خطبه حدیث. اینکه چطور برادران و خواهر امین حافظ قرآن شدند داستانی است شنیدنی، داستانی که به طرز عجیبی به ماجرای ساخته شدن این ساختمان گره خورده. اینجا حوزه علمیه بشاگرد است، یکی از مراکزی که به همت حاج عبدالله والی در آخرین سالهای حیاتش تأسیس شده. اوایل سال 1392 عقیل برادر دوم امین در این مرکز درس طلبگی می‌خواند. او روزی خیلی اتفاقی در حیاط حوزه کاغذ مچاله شده‌ای پیدا کرد. آقا عقیل ما میگه که من توی حوزه علمی بشاگرد که بودم یه نامه مچاله شده من دیدم اونجا افتاده بود و تو اون یه اطلاعاتی نوشته بود که اونو میاره تحویل من میده، یعنی میاره خونه و تقریبا ظهر بود، وقت نماز گذشته بود، اینا آورد به من داد و من دیدم که نوشته بود برای هر کسی که قرآن رو حفظ کنه ما 50,000 هدیه میدیم. خب ما می‌خواستیم از این فرصت نهایت بهره رو ببریم و اینکه با اون شماره تماسایی که داده بودن تماس گرفتیم و گفتیم که واقعیت داره این مطلب و واقعا میخوان این کار رو انجام بدن که برای هر کسی بخوان این کمک رو انجام بدن. گفتن آره و ما هم دلگرم شدیم به این که بخوایم قرآن رو حفظ کنیم و از این طریق بخوایم یه کمکی هم به حسینیه‌مون انجام بدیم. منظور امین از کمک به حسینیه روستا در اصل فکری بود انقلابی. از میان بچه‌های روستا 10 نفر تصمیم به حفظ قرآن گرفتند که به جز امین 4 نفر دیگرشان از خانواده میرانی بودند.
این بچه‌ها با این خیال که قرار است جایزه‌ای دریافت کنند، قصد داشتند بدون مشورت با بزرگترهایشان تنها حسینیه روستا را به طور کامل تخریب کنند. چرا که فکر می‌کردند با پول جایزه هایی که از قبل حفظ قرآن به دستشان میرسد میتوانند حسینیه جدید و زیبا برای روستایشان بسازند. و البته مبدع این فکر بکر آقا امین قصه ما بود. من اتفاقا شب یادمه ما صبح که می‌خواستیم حسینی رو خراب کنیم رفتیم داخل حسینی شب، همه پارچه ها رو جمع کردیم، پرچم ها رو جمع کردیم، علم رو یه گوشه گذاشتیم، یعنی آماده کردیم فضا رو کلا برای صبح. یعنی قشنگ 20 نفر بودیم هماهنگ، گفتیم اول صبح نامردون یکی پیداش نشه بعد نماز صبح. به این ترتیب بنای حسینیه تخریب شد. اما هرچه گذشت خبری از جایزه دهندگان نشد. هر چقدر تماس گرفتیم و پیگیر شدیم اینا، نه اون خیر بنده خدا پیدا شد و نه اینکه اون دوستانی که شما رو تماس داده بودن اینا پاسخگو بودن. هی میگفتن 10 روز دیگه، 2 روز دیگه، 5 روز دیگه، که ما آخر اعلام کردیم که آقا دیگه کسی نمیاد. واقعا اگه شما بخواید قرآن حفظ کنید باید ما این مسیر رو با هم دیگه ادامه بدیم و با امید روزهایی که شاید بخواد یه اتفاق بزرگتری تو این روستا بیفته یا اصلا اتفاق نیفته، ما قرآن رو حفظ می‌کنیم ان شاءالله و خدا دست ما رو قطعا میگیره تو زندگیام. حسینیه روستا در نهایت ساخته شد، اما نه با پولهای جایزه بلکه با همت مردم روستا. تقریبا یک ماه نیم که گذشت، نه تنها تنبیه که نشدم جوونا، این بود که همه تشویق شدن به این کار، یعنی همه کمک دادن. شاید حالا یکی دو نفر مخالف بود ولی خب واقعیت مطلب این بود که جو به این سمت رفته بود که همه دوست داشتن این حسینی هر چه سریعتر کارش انجام بشه و جالب اینجاست که مردم از پول یارانه‌شون، از فروش گوسفندشون، از نون شبشون میزدن و به ساخت حسینی کمک میکردن. یعنی همون مردمی که برخیاشون مخالف بودن تبدیل شده بودن به یه موافق کاملا هماهنگ.